چند ماه پیش خبر اومد که آقای گگه مانگاکای انیمه جوجوتسو کایزن داره مانگای جدید میره بیرون و اعلام کرده همه منتظر باشین چون خیلی خفنه. اون موقع ما هم ساده بودیم و همه خوشحال شدیم و گفتیم بالاخره یه چیزی قراره ببینیم غیر جوجوتسو کایزن، تا دیروز که اعلام شد این مانگای جدید آقای گگه ارتباط مستقیم با دنیا جوجوتسو داره. کنیچیوا تودوماچی، عارف هستم و امروز رفتیم سراغ بررسی مانگای جوجوتسو کایزن موجورو، اثر جدید آقای گگه، تا ببینیم ایشون بعد از این همه مدت و سر کار گذاشتنمون واقعا چیز خوبی بهمون تحویل داده یا نه. خب تو جلد اول مانگا ما سفینه فضایی میبینیم که بالاش نوشته سال 2886 مکان 3000 متر بالای نوادا و پایینش جمله نوشته و میگه این موجودات اسمشون سومیرینه و با یک کشتی فضایی به نام نوناکس دنبال اقامتگاه میگردن که داخل زندگی کنن. تو جلد بعدی ما چند نفر رو میبینیم که دارن در مورد سیاره زمین و ژاپن صحبت کنن و میگن ما فکر میکردیم قوی ترین سیاره زمین آمریکاست ولی انگار نه، تمام دیپلمات و اختیارات دست ژاپنه. تو جلد بعدی میبینیم که این آدم که خیلی هم شباهت به آدم‌های فضایی داره میگه که انگار توی ژاپن آدم‌هایی هستن که قدرت‌های شبیه به ما دارن و ادامه میده و میگه تو این سیاره بهشون میگن جادوگرای جوجوتسو. خب تا اینجا فهمیدیم که داستان این مانگا به دنیای جوجوتسو ربط داره ولی قرار آدم فضایی ها هم توش اضافه بشن که داستان رو عوض کنن. جلد بعدی ما دختر کوچولو رو میبینیم که هی داد میزنه با بزرگ با بزرگ با بزرگ. با بزرگ ما هم جواب میده یوکا تو دختر کوچولوی من هستی، من این گردنبند رو بهت میدم و هر وقت توی دردسر افتادی این گردنبند نجاتت میده. یوکا هم خوشحال میشه و اون گردنبند رو قبول میکنه. بعدن تر هم میبینیم بابا بزرگ ما فوت کرده و مراسم تدفینشه و جمله خیلی مهم اون بغل نوشته و میگه از وقتی که مامان بزرگ ماکی مرد اون هر روز ضعیف‌تر میشد. فقط یوتا نبود، هیچ کس انتظار نداشت که ماکی اول فوت کنه و با همین جمله میفهمیم یوتا در بدن گوجو بوده و با ماکی ازدواج کرده و یوکا نوشونه. چند جلد بعدم میبینیم مامان یوکا گردنبند ازش میگیره و به برادرش یعنی سوروگومی میده و اونو لایق‌تر از یوکا میدونه. بعد از دعوا بین برادر و خواهرم یوکا شکست میخوره و اون گردنبند دست سوروگومی میفته. تو جلد بعدی ما با تلویزیون روبرو میشیم که پسر بچهای مرد دارن با هم دیگه بازی میکنن و پسره میگه من از زندگیم خسته شدم، خیلی زندگی الکی و سختی دارم، پدر مادرم نمیذارم بیشتر از 30 دقیقه فیلم تماشا کنم و اصلا نمیذارم بازی کنن. مردم اضافه میکنه میگه آه مردم، مطمئنی بچهای همسن تو باید همچین بازیایی بکنن؟ خب تو مردی، این یکم بیرحمانه نیست؟ نه بابا الکیه. مرد اضافه میکنه خب اگر عادی باشه فکر کنم مشکلی نیست. پسر میگه هست. مرد میگه اگه عادیه پس حدس میزنم اگه واقعا برات اتفاق بیفتم شکایتی نیست. و اینجا با ویلن این چپتر آشنا میشیم. جلد بعدی یوکا و سوروگی رو میبینیم که چندین سال گذشته و بزرگ شدن و تبدیل به جادوگرای جوجوتسو شدن و الان بهشون مأموریت داده شده که برن بچه‌های روبوده شده رو نجات بدن. پایین ترم یه مرد خیلی عجیب وارد میشه که اگه بریم جلوتر میبینیم همون آدم فضاییه که میگه من بازرس مارولو وال یلوری هستم و مأموریت بازرسی شما رو دارم. بعد از کلی گپ و صحبت و کاربرای نفرین چی و جادوگرا جوجوتسو کی هستن بالاخره مأموریت رو قبول میکنن و میرن دنبال بچهای روبوده شده که اینجا ببینیم یوکو و سوروگی سریع میرن و اون مرد رو رها میکنن و اونم با پشمای ریخته نگاهشون میکنه و یه بغل میشینه و گریه میکنه. بعدش هم یوکا پیداش میکنه و دعوت غذاش میکنه و با هم دیگه غذا میخورن و در مورد روابط خواهر و برادری صحبت میکنن که یوکا چقدر از برادرش ناراحت، اون انگشتر ازش گرفته، همیشه ازش متنفره، میخواد یه روزی شکستش بده و گردنبندش ازش پس بگیره. آخر کارم مأمور ما میگه که نگران نباش و خواهر برادر همینجورین و تو باید باش خوب باشی، حالا ول کن و بریم دنبال پسرهای گم شده. اون دوتا تقریبا نصف مناطق ژاپن رو گشتن و هیچی پیدا نکردن تا اینکه سوروگی میاد و بهشون میگه بیاید من یه منطقه پیدا کردم که خیلی مشکوکه و احتمالاً همین منطقه است. اونا وارد منطقه میشن
اینا دورش نوار خطر میکشن که یک دفعه بچه از دستشون در میره و میره داخل اون منطقه، یا بهتر بگم کوچه، که یک دفعه یه دست شیطانی بزرگونو میکشه و ناپدید میشه و اونجا میفهمیم که این کسی که بچه رو میدوزه واقعا کاربر نفرینه. سوروگی سریع وارد عمل میشه و میخواد بره کمکش، ولی یوکا جلوشو میگیره و میگه نه تو نباید این کارو تنهایی انجام بدی، منم باید بیام کمکت. و با همین کار ریدمانش سوروگی هم میره و شمشیرش میمونه و اونجا به واقعیت میرسیم که این کاربر نفرین فقط میتونه انسان رو بدزده و چیزهای نفرین شده رو نمیتونه بدزده. چند جلد بعدی ما اون مرد رو با سوروگی میبینیم که بهش میگه به هر حال من میخوام قاچاق انسان رو بذارم کنار، تو هم یه جادوگر جوجوتسویی، پس مطمئنم تا حالا شنیدی. سوروگی میگه در مورد چی صحبت میکنی؟ اون مرد میگه فضایی ها به اینجا اومدن. سوروگی باور نمیکنه، میگه حرفا چرته و امکان نداره و همش حرف مفته، ولی مرد میگه متاسفانه حقیقت داره و این دقیقاً زمان اتفاق افتاده که ریومن سوکونا حمله‌شو آغاز کرد. بعدش هم اضافه میکنه و میگه از زمانی که پیمان امنیت فراتبیعی کیوتو وضع شد، تمام دیپلماسی با بیگانگان به طور کامل به ژاپن واگذار شد. یعنی هر چیزی مربوط به آدم فضایی ها دست ژاپنه، ولی موانع فرهنگی بین سیارات اجتناب ناپذیر و منجر به انحرافات بزرگی شده. من معتقدم بیگانگان یه جنگ خیلی بزرگ رو شروع میکنن و ژاپن قراره تو این جنگ نابود بشه. اون موقع که سوکونا 8 سال پیش حمله‌اش آغاز کرد، ساتورو گوجو و یوجی ایتادوری کسایی بودن که جلوشو گرفتن. ولی آیا تو کسی رو الان میشناسی که مثل اینا باشن؟ یعنی قشنگ تعریف خیلی خوب از گوجو ایتادوری کرد. اون مرد میگه زمانی که این جنگ آغاز بشه، تمام مردم ژاپنی ارزششون رو از دست میدن و فقط جادوگرای جوجوتسو که ارزششون بالا میمونه. برای همین من تو رو قراره بفروشم چون تو با ارزشی. سوروگی میگه نه تو با اون بچه‌ها چیکار کردی؟ چیکارشون کردی؟ که یه دفعه یه کات میخوره و میبینیم بله بچه‌ها رو بسته‌بندی کرده و خریدارشون هم زنگ زده و میخواد بیاد بردارتشون. بعدشون مرد میگه به هر حال از بچه‌ها خسته شدم، خیلی کثیفن، بیخیالن. سوروگی هم میگه احتمالاً برای اینکه تو هم همسطح خودشونی، تو هم یه بزرگسال بدبختی که حتی نمیتونه یه شغل واقعی پیدا کنه، حداقل بچه‌ها بامزن. هم یه تیکه انداخت هم خوردش کرد، ولی اون مرد عصبانی میشه و دمار از روزگار سوروگی در میاره. جلد بعدی میبینیم یوکا و اون بازرس رسیدن و به سوروگی میخوان کمک کنن و اونجاست که با قدرت اون بازرس آشنا میشیم که خیلی قدرت جالبی هم داره و میگه قدرت من اینه که من میتونم همبستگان رو پیدا کنم، تو با اون خواهر برادرین، پس من میتونم با قدرت های ذهنی شما دوتا رو به هم دیگه وصل کنم و پیداتون کنم. اون بازرس سوروگی رو آزاد میکنه و ما شاهد فایت جذاب بین این 4 نفریم و به نظر من خیلی نامردی بود 3-1. آخر کارم میبینیم که یوکا و سوروگی و اون بازرس اون مرد شکست دادن و این پایان این بچه دزد بود. جلد بعدی هم میبینیم که سوروگی داره از یوکا معذرت خواهی میکنه، میگه تو واقعا لایق اون انگشتری، پس حتما سعی کن قوی بشی و انگشتر رو از من پس بگیری چون تو لایق این انگشتری. ولی یه دفعه اون مرد بچه دزد از پشت سرشون بیدار میشه و قدرتش رو فعال میکنه و میگه احمقا همه باید میمیرن. و اونجاست که ما شاهد برملا شدنی راز هستیم، یعنی وجود آدم فضایی‌ها. چشم سوم آقای بازرس باز میشه و یوکا و سوروگی میفهمن که ایشون آدم فضایی هستش. خب دوستان این هم بود از پایان چپتر 1 مانگا جوجوتسو کایزن ماجور که من خیلی باحال حال کردم و خیلی بهش امید دارم و مطمئنم که میترکونه. امیدوارم که شما هم از این ویدیو لذت برده باشین و روز خوبی داشته باشین.